این هفته خبر تو خبر داره براتون از مصیبت پاتی عظما و تازه ترین بزبیاری نظام در دوران پسابرجام. رئیس جمهور امریکا مصوبه‌ای را امضا کرد که در آن ایران در ردیف کشورهای نظیر سودان، عراق و سوریه قرار گرفته. بر اساس این مصوبه هر کسی در 5 سال گذشته به ایران، سودان، عراق و سوریه سفر کرده باید برای ورود به امریکا ویزا دریافت کند. این مصوبه حتی شامل شهروندان 38 کشوری می شود که برای سفر به امریکا نیازی به ویزا ندارند. این طرح اولین حرکت ضد ایرانی مقامات امریکایی بعد از برجام است. بعد از تصویب این طرح توسط کاخ سفید، دوباره داغ دل دلواپسا سر برجام تازه شد. در روز گذشته آقای اوباما به بهانه تصویب بودجه آمریکا تصویب کرده که از 38 کشور اگه طی 5 سال گذشته به ایران سفر کرده باشن برای ورود به آمریکا ویزا میخوان. این اخلال در سیاست تجارت با ایرانه. این خلاف برجامه. بچه هم اینو میفهمه. هی بهانه نیارید که دادیم به حقوقدانا بررسی کنن. از این برجام چرخ زندگی مردم آقای روحانی نخواهد چرخید. یعنی هنوز دوچرخه برجام 2 قدم جلو نرفته بود که دوباره چپ کرد. اینم پاسخ دستپاچه آخوندا به استکبار جهانی. ورود تانک آمریکایی به ایران ممنوع. سازمان توسعه تجارت واردات 227 قلم کالا از آمریکا را ممنوع کرد. اون وقت وسط این لیسته تانک هم هست. تانک یعنی آوردنش ممنوعه. اگه یه وقت راتون افتاد امریکا، حواستون باشه تانک با خودتون نیارید. تانک آمریکایی کجا بود؟ فعلا یکی باید جلوی اکبر کوسه رو بگیره که میخواد با توپ و تانک اعتدالی یه جوری خودش رو تو مجلس خبرگان جا کنه. بعضی عناصر و جریان‌ها در تلاشند انتخابات خبرگان را از مدل همیشگی خارج کنند و به نوعی حاشیه سازی سوق دهند. مصداق نخست حواشی فراوانی بود که در پی سخنان آقای هاشمی رفسنجانی درباره نظارت خبرگان بر عملکرد رهبر به وجود آمد. اصل حرف جدید نبود، اما زمان و نحوه بیان آن به خصوص با برخی مواضع سیاسی خاص آقای هاشمی این سوال را در ذهن برخی اعضای خبرگان و علما به وجود آورد که آیا هدف خاصی پشت بیان این حرف وجود دارد؟ هدف اکبر کوسه از این تیر و تیر کشی‌ها یه چیز بیشتر نیست، اونم پایین آوردن فک ولایته. یعنی میخواد هر طوری هست یال و کوپال خامنه رو بریزونه. یه زمانی میان شورایی رو مطرح میکنن. خب این شورا که خلاف نص قانون اساسی، پشت سر این حرفا چیزای دیگه انسان احساس میکنه. یه حرکت‌های بوداری را مثلا علامه تراشی میکنن در حوزه‌های علمیه. حالا واقعا شما تشخیص دهنده علامه هستید. گاهی دیده میشه که یه سخن‌های بی‌پایه‌ای گفته میشه نسبت به نظارت بر رهبری و اخیراً من دیدم که بحث نظارت بر نهادهای زیر مجموعه رهبری و منصوبین رهبری او را اضافه کردن. واقعیت این است که اینها یک آرزوهایی است که داره میکنن و ربطی به قانون اساسی نداره. در قانون اساسی ما نداریم نظارت بر رهبری. مثل اون دوران که فقط میگفتن میمه ولی همه عالم میدونستن که کی رو میگن. اینجا هم هیچ کس اسمش رو نمیاره ولی همه میدونن که منظور همون شیخ اکبره که از این به بعد لقب فتنه اکبر بهش دادن. این روزها در آستانه انتخابات خبرگان رهبری بحث نظارت به شورای رهبری جهت مشوش کردن افکار عمومی مطرح گردیده است. کسی که با این گونه اظهارات مرتب صلاحیت خود را از دست داده بزرگوار، شما که با خطبه‌خوانی آنچنانی برای سکولارها صلاحیت اقامه جمعه و جماعت را از دست دادید، در خبرگان با آن وضعیت به شدت و غیر قابل باور خویش تنزل کردید. در عمل ثابت کردید که توان نظارت بر فرزندان خویش را هم ندارید که ناچار باید در اوین نگهداری شوند. بهتر است ملاحظه کنید و تیر خلاص به تتمه اعتبار خود نزنید و هوشیار باشید که دشمنان انقلاب دنبال ایجاد فتنه جدید هستند و اون را به عنوان فتنه اکبر و شلیک آخر به نام شما ثبت کنند. با این حرفا میخواد به اکبر کوسه بگه که زبونت رو گاز بگیر. الان تو خورجین تارعنکبوت بسته خمینی
هیچ ولی فقیه دیگه‌ای پیدا نمیشه. تنها شخصیتی که شایسته رهبری این ملت در شرایط کنونی هست مقام معظم رهبری است. خلاصه این که هر دو طرف منتظرن تا تو ایستگاه انتخابات اون یکی رو از قطار نظام بیرون بندازن. خلاصه این که بسیجی‌های گیج و منگ موندن که تو این انتخابات چیکار کنن و هر روز مثل برف پاکن بین این دو جناح اینور و اونور میشن. این هم قرضی عوضیه که از وقتی بازنشسته شده کارش اینه که هی بره تو انتخابات‌های مختلف نظام شرکت کنه و اوقات فراغتش رو پر کنه. الان هم میخواد امتحان خبرگان رو بده تا شاید تو این نظام خر تو خر دری به تخته بخوره و اینو بکنن ولی فقیه. سوال کردم گفتن کسی که میخواد در خبرگان شرکت کنه حتما نباید روحانی باشه. من همچون بیش از 60 سال به فقه شیعه عمل کردم، موقعیتی پیدا شده میریم امتحان بدیم، اگه قبول شدیم انشالله شرکت کنیم. اگه اینو قبول کنن معلوم میشه که یکی از شرایط کاندیدا شدن تو خبرگان آخوندی داشتن تریپ خفنه، طوری که اگه یه بچه با طرف روبرو بشه یه چنین صحنه‌ای پیش بیاد. تو بحبوحه حلواپزون خامنه و پاستاکشون تو سوریه تنها کاری که برای بسیجی‌های اهل ناله باقی میمونه اشک ریختن و توی سر زدنه. محفل ما مزین به عطر بوی این شهیده، از دمشق آمده، از اون سرزمین آمده، منم روزم و یه جایی میبرم. اهل ناله کجان؟ اول صبح این گریه رو به همه نمیدن. بله، بعد از فرار دست جمعی پاسدارای آسوپاس از سوریه وضعیت طوری شده که بسیجی‌ها حتی از دیدن موش هم رم میکنن. یکی از شرایط داشتن پست و مقام در حکومت ولایت اعتقاد به فساد و اختلاس مالیه که این روزها افتضاحش از هر منبری بیرون میزنه. جرم‌هایی که حالا این روزها خیلی هست بیشتر تو مایه‌های اختلاس و مال هر مدتی عرض میکنم که بانگ یه اختلاس از یه جا بلند میشه، اونم رقم‌های بالا. یعنی اینم بتونه عرض کنم که حالا اینا اتفاقات قبلا هم میافتاده، یه کسی فکر نکنه آقا چرا در حکومت اسلامی. تو نظامی که به چاپ و اختلاس 20 رقمیه، دل دزدی‌های کوچکش میشه یه چیزی تو این مایه‌ها، یعنی فروش دوباره بلیت قطار. چند شب پیش توی قطار اندیمشت تهران شاهد حمل مسافر به سبک شیر تو شیر بود. قضیه از این قراره که دوستان بلیت فروش لطف کردن توی 2 واگن بلیت هر صندلی رو به 2 نفر فروختن. بلیتشو قبلا به یه عده دیگه فروخته بودن. بعد ما گفتن که 2 راه دارید، یا تو سالن بمونید یا این بلیتتون رو بهتون پس میدیم دیگه، اینجا پولشو میدید. خب ما هم راهی نداشتیم، مجبور بودیم فردا تهران باشیم، تو سالن بودیم. حالا این 14 ساعت راه رو نشینیتون پذیرایی هم داشت. میام و پذیرایی پولشو گرفتن، ندادن، تازه یه کارتون هم ندادن اونجا روش بشینیم. این هم یکی از اون کاسبای عمامه‌دار بازار دین فروشیه که ارتباط جوونا با فضای مجازی زده دکونش رو تخته کرده. به همین خاطر میخواد اینجوری دق دل خالی کنه. چرا من بعد یه بچه‌ای که هنوز راه رفتنش رو یاد نگرفته من گوشی تلفن همراه دستو بدم سرش رو گرم بکنم؟ چرا این بچه الان مثلا گاهی اوقات جزء افتخارات بر خانواده‌ها اینه که مثلا من برای بچه‌م تبلت خریدم. من میگم اگر ما آسیب‌ها رو بدانیم، حالا این جمله برام سخته بگم ولی میگم که گاهی اوقات ما والدین باید شرممون بشه که دست بچه‌مون تبلت ببینیم. یعنی اگر بدانیم که چقدر آسیبه. من گاهی اوقات یه تعبیر رو به کار میبرم، میگم که چطور اگر خدای نکرد ما دست یه بچه 6-7 ساله یه سیگار ببینیم
چه اتفاقی میفته برای ما پدر و مادرها؟ دقیقاً اگر من دست بچم تبلت ببینم باید این حس بهم دست بده. یعنی میخوایم بگیم آسیباش اگه کمتر از سیگار بیشتر از سیگار نباشه کمتر. یه جوجه آخوند بی عمامه یا مثل این پیدا شده که از حضور مردم تو فضای مجازی حسابی سوخته و میگه چرا دیگه حرفای ما رو باور نمیکنن. یعنی سواد رسانه مردم پایینه. با یک کلیپ من دیدم فراتر از بازی، با یک کلیپ دیدم کلی نتیجه میگیرن. با یک عکس من خودم بارها شده فقط کار ما تو سایت خودمون شده تکذیب دادن. شما برید سوریه رو نگاه بکنید، میبینید با 4 تا شبکه ماهواره و چند صفحه توی فیسبوک و توییتر واقعا یک کشور ریختن به هم. یکی از اون کلیپایی که اخیراً باز دوباره دست به دست شده و کلی نتیجه گیری ازش شد این کلیپ بود. سینمای ولایت کلی پول خرج کرد تا یه فیلم میلیاردی بسازه و تو دوره پس از زرخوری بره باهاش تو اسکار کاسبی کنه، اما تیرش به سنگ خورد و فیلم رو دستش باد کرد. اسکار 2016 به محمد رسول الله ایمان نیاورد. آکادمی علوم و فنون سینمای امریکا در حال نام 9 فیلم رو برای حضور در مرحله بعدی اسکار بهترین فیلم زبان خارجی اعلام کرد که نامی از فیلم محمد رسول الله نماینده ایران دیده نمیشه. خلاصه اینکه خودشون از دستپخت میلیاردیشون خیلی خوششون اومده بود و حسابی حلواش کردن، اما ظاهرا بقیه نظر دیگه ای داشتن. Ja, met mij. Vertel. Ja. در پایان یه اختراع بسیار کارا برای حل مشکل همه اونهایی که خوابشون سنگینه. این یکی ردخور نداره.